خب ادریس جان، اول نام خودت نوشته کو، باز بعد از او نام پدرت حروفش جدا جدا نوشته کو، باز در قدم دوم حرفا را امرو یک دیگه وصل کو که کلش یک کلمه بیاید. درست است؟ خب اول نام خودت نوشته میکنی. اول بگو با ما که نامت چی است؟ ادریس. خب ادریس. ادریس جان اول نام خودت نوشته کو. آفرین ادریس. خب حالا در پایین نام پدرت نوشته میکنی. نام پدرت چی است؟ کمال الدین. خب اول حرفایش جدا جدا نوشته کو. میتونی که حرفایش بخونی ادریس جان؟ این کدام حرف است؟ کاف. شاباس. آفرین. میم. الف. الف ندادی ادریس جان؟ ببین خیر است، ورقتو نشه. خب پنسل پاک هست همراهت، میتونی که پاکش کنی. شاباس. خب الف، لام، بعد از این چی میایه؟ آفرین. باز چی میایه؟ آفرین لام. باز دال. شاباس. یا. آفرین. باز نون. آفرین. خب حالا کلش یک جای میکنی. درست است؟ یک لحظه صبر کن فرزاد جان، نوبت تو هم میرسه. کمال دین. شاباس ادریس جان. میفهمی فقط اینی کاف که هست، اینی را باید یکم کوشش کنی سرش که خوب صحیح نوشته کنی. خب آلی هم صحیح است، اما که یکم کوشش کنی باز میتونی از این کدام خوبتر نوشته کنی. درست است؟ خب یک چک کتابت ادریس جان. چک. آفرین.